جزئیات تازه از انفجار در بندر شهید رجایی شمار کشته شدگان به 40 تن رسید و پوتین پیشنهاد کمک کرد. عرض تسلیت و درود، من محمد ممتاز یعقوبی هستم. در پی انفجار و آتش‌سوزی بندر شهید رجایی شمار کشته شدگان به 40 تن رسیده و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. آتش‌سوزی همچنان به طور کامل مهار نشده و علت دقیق حادثه هنوز مشخص نیست. در همین حال آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام تلویزیونی دستور بررسی کامل حادثه را صادر کرد و از مسئولان امنیتی و قضایی خواست تا هر گونه سهل‌انگاری در وقوع این فاجعه را کشف کنند. با این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز با حضور در محل حادثه ابعاد میدانی آن را بررسی کرد. در پی این رویداد 3 روز اعضای عمومی در استان هرمزگان و 1 روز اعضای عمومی دوشنبه در سراسر ایران اعلام شده است. از سوی هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز با ابراز همدردی پیشنهاد کمک به ایران را ارائه کرده است. تا خبر بعد، بدرود.